اصلا روماخ من رژه نرو، همچین میزنم شیر ننتو بالا بیاری. آخه نادو منم از صبح پیش تو بودم، چرا زیر مخ میزنی؟ خدا من دارم سکته میکنم، اینا این سگ و گربه به جون هم افتادن. بابا محسن یه کاری بکن. مامان کلید غسالخونه دست کی بود؟ دست طاهره. خب مسئله حل شد. طاهره خانوم ببینم شبونه رفتی سراغ بابا؟ حرف دهن تو بفهم، من چرا باید این کارو بکنم؟ الان گفتی دیگه، اجرت کلفتی تو گرفتی. وای خدا، دیگه دارم کم کم شک میکنم دختر این خونما. اصلا تو بگو ببینم این لباس رو با کدوم پول خریدی؟ بابا شماها همتون مشکل دارید. آخه بدبختا، من نخواستم آبروتون بره، رفتم لباس قرض کردم. از کی؟ دروغ میگه، من اینو زاییدم. این اصلا زبون قرض کردن نداره، اصلا ارزه نداره 2 تا نون از همسایه قرض بگیره. چی میگی؟ مامان چرا داری همه چی قاطی میکنی؟ بسه دیگه. خب از کی گرفتی؟ بگو. خب از سمیه. تو دوباره رفتی در خونه همسایه؟ مگه من نگفتم دور این پسر عوضی و خط بکش؟ یالا لباس رو در بیار، یالا در بیار، من دوباره خط کنم. برو بیرون. بسه دیگه، هرچی خدا بیامرز آقاتون آبرودار بود، شما واسه ما آبرو نذاشتین. خدایا مردن ما باید با بقیه فرق کنه. اصلا خودم میرم پیش حاج آقا باش حرف میزنم، راضیش میکنم که آبروداری کنه. طاهره حلوا خورما رو آماده کن. حسن تو هم برو مسجد آبجارو کن، مهمونه الانی که برسن ها.